افغانستان گروه جنگجویان را با نقاب در روی و زولانه در دست نمایش داد. منصبداران ولایت جنوبی قندهار افغانستان میگویند در عملیات خدمات امنیت ملی 30 جنگجوی را به اسارت گرفتند. آنها اساساً پیرو طالبان و گروه دهشت افکنی دولت اسلامی می باشند. این گروه از 27 طالب و 3 شهروند پاکستان از ولایت پنجاب عبارت است که اعضای سازمان حافظ سعید یا خود لشکری طیبه بوده میخواستند به واسطه منطقه سپین بولدک ولایت قندهار به ولایت کنار رفته در شرق افغانستان در ناحیه نورگل به صفهای گروه‌های دهشت افکنی دولت اسلامی پیوسته بر ضد دولت اسلامی افغانستان بجنگند. او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسید. یکی از اسیران سبب پیوستنش به صف دهشت افکنان را چنین شرح داد. دوستم به من گفت که ما باید به افغانستان رفته به برادران مسلمانمان کمک رسانیم. او افزود که داعش بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. اگر من می دانستم که اینجا همه مسلمانند من هیچگاه اینجا نمی آمدم. ریاست امنیت ملی افغانستان تأکید میکند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند. آنها با تهیه حمله ها به سیماهای دینی و منصبداران امنیتی متهم میشوند.